سلام، من شبان تری رابرتس هستم. من و همسرم تقریبا حدود 40 ساله که در میزوری شبانی میکنیم. قبلا یک میسیونر بودم و چیزی که واقعا در قلب من به عنوان یک رهبر مسیحی وجود داره اینه که بتونم به نوعیمانان و مسیحیان کمک کنم تا رشد کنن. میدونید شاگردسازی امر بسیار مهمیه. عیسی فرمود به تمام عالم بروید و همه ملل یا گروه های قومی رو شاگردسازی کنید. به اونا یاد بدید تا آنچه گفتم و اطاعت کنن. بنابراین اون چیزیه که من زمان زیادی در موردش فکر کردم و انجام دادم و الانم دارم تعلیم میدم. تعلیم در مورد رشد روحانی یک شخص که چگونه یه فرد مسیحی میتونه زندگی سالم مسیحی داشته باشه تا بتونه دعوت خدا رو تو زندگی خودش به تحقق برسونه. الان آنچه در این مجموعه تدریس میکنم از کتابیه که سالها پیش اون رو نوشتم به اسم زندگی سالم مسیح. این کتاب به زبان انگلیسی موجوده، به زبان رومانیایی و به زبان فارسی هم ترجمه شده و قراره که اینجا مروری بر این کتاب داشته باشم. برای شما این امکان وجود داره که این کتاب رو تهیه کنید. پس با من در مطالعه این کتاب همراه بشید و همینطور خیلی مهمه که کتاب مقدس رو هم به عنوان راهنما پیشتون داشته باشید. کلام خدا به ما میگه برای پیشرفت باید چه کاری بکنیم. میدونید یکی از آیات مهم تو زندگی من مزمور 119 آیه 32 در طریقهای فرمانهای تو میدوم زیرا تو دل مرا وسعت میبخشی. من قطعا میگم که به عنوان یک مسیحی بزرگ نشدم. در نوجوانی و اوایل 20 سالگی فردی سرکش بودم و درگیر مسائل بسیاری بودم. خوشحال نبودم ولی ظاهرا به نظر می رسید که همه چیز خوب پیش میره. اگه کسی به زندگی من نگاه میکرد میگفت خب زندگیش رو درست کرده، کار خوبی داره، اوضاعش رو به راهه و بنابراین از بیرون به نظر می رسید که حالم خوبه. اما حقیقت این بود که از درون داشتم ازم میپاشیدم. آرامش نداشتم و میدونستم گناهکارم. میدونستم هدفی رو که برای اون خلق شدم و محقق نکردم. میدونید شخصی در مورد دور افتادن از خدا این چنین میگه تو بیتاب و بیقرار خواهی بود تا در حضور خدا آرامش بگیری. میدونستم که یه چیزی درست نیست. پس شروع به خوندن کتاب مقدس و گوش دادن به مژده نجات انجیل کردم. من قبلا این پیغامو شنیده بودم اما این حقیقت واقعا هرگز در زندگی من جا نیافتاده بود. من داستانا رو میدونستم. من به کلیسا رفته بودم و داستانای کتاب مقدس رو خونده بودم اما خدا رو نمیشناختم. پس اتفاقی که افتاد این بود که چند بحران زندگی من رو در بر گرفت. خدا عده‌ای رو به زندگی من فرستاد تا به من شهادت بدن و به این ترتیب من مسیحی شدم. گفتم عیسی میخوام تو خداوند من باشی. من میخوام که تو نجات دهنده من باشی. آینده‌مو به تو میسپارم. من الان متعلق به تو هستم. من ایمان دارم که تو بر صلیب جان دادی، دفن شدی، از مردگان قیام کردی. من الان زنده‌ام چون تو زنده ای. من ایمان داشتم که اگر این حقایق رو بپذیرم گناهان من بخشیده میشن و پس منم این کارو کردم. پس به همه کسانی که او را پذیرفتند او قدرت داد تا فرزندان خدا بشن. تقریبا من 22 ساله بودم که این اتفاق مهم تو زندگی من افتاد. این اتفاق برای اطرافیانم مشهود بود. زندگی من تغییر کرد. میدونید کتاب مقدس میگه اگه کسی در مسیح اون خلقت جدیدیه. همه چیز درگذشت، همه چیز تازه شده است. اما کتاب مقدس به زندگی روحانی شما همونطور نگاه میکنه که به زندگی فیزیکی شما نگاه میکنه. متولد میشید چون نوزاد، بعد نوپا، نوجوان میشی، جوان و در نهایت بالغ میشی. به همین ترتیب بسیاری از مسیحیان نیز نوزاد و نوپا و جوان میشوند اما هیچ وقت بالغ نمیشوند. وقتی برای اولین بار مسیحی شدم فکر میکردم همه در کلیسا بالغن. من فکر میکردم که اونا باید یه مدتی بمونن اونجا تا بالغ بشن و من نمیخواستم وضعیت من اینطوری باشه. عیسی گفت از من اطاعت کنید و شاگردسازی کنید و همه چیزهایی رو که عیسی گفت من هم مدام تکرار میکردم و از خود میپرسیدم چگونه میتونم این کار رو انجام بدم. کتاب مقدس چی میگه و بنابراین من عمر خودم رو با کلام خدا به چالش کشیدم. میدونید من هر روز کتاب مقدس رو میخونم. من هنوزم در حال یادگیری هستم. من هنوزم در حال رشد هستم. من نمیخوام بی حرکت بمونم. چیزی به نام ساکن بودن وجود نداره در مسیحیت. شما یا به جلو میرید یا به عقب. بنابراین سوال اینه که چگونه یک زندگی سالم مسیحی داشته باشیم و این چیزی که من میخوام امروز در موردش صحبت کنم. من میخوام در مورد آنچه شما باید انجام بدید، آنچه که باید باور کنید صحبت کنم. عیسی گفت ایمان بیارید. بنابراین مسئله فقط این نیست که شما در این مورد چه فکر میکنید، بلکه مهم اینه که در این مورد چه کاری انجام میدید. آیا واقعا در حال رشد هستید؟ اگر میخواهید شاگرد باشید باید همه جوره خودتون رو وقف این کار بکنید. درست مثل اینه که کسی میخواد شناگر باشه ولی فقط انگشتای پاشو توی آب بذاره یا فقط پاشو تو آب بذاره. بله میدونم اینجوری هیچ نتیجه‌ای نمیگیره. خب انجام کار درست یکم دردناکه و اونم اینه که باید مستقیم شیرجه بزنید و برای مسیحی بودن هم این بهترین راهه. اینکه همه وجود خودتون رو توی آب غوطه ور بکنید. اعلام بکنید عیسی من تمام و کمال به تو تعلق دارم و اکنون آینده من متعلق به توست. و بالاخره برای صحبت درباره این موضوع یعنی در مورد زندگی سالم مسیح باید به مفهوم سلامت نگاه کنید.
میدونید همونطور که میتونید از نظر جسمی بیمار بشید، میتونید از لحاظ روحانی هم بیمار بشید. چیزایی در برابر شما قرار میگیرند که رشد شما رو متوقف میکنه. میدونید کتاب مقدس یاد میده که وقتی مسیحی شدید از درون شما نهرهای آب زنده جاری میشه. بنابراین طبیعی اینه که رشد کنید. من 2 فرزند و 3 نوه دارم. تنها کاری که باید انجام بدم اینه که اونا رو سالم نگه دارم. تنها کاری که من باید انجام بدم اینه که به اونا غذا بدم و اجازه بدم به حرکت، ورزش و زندگی ادامه بدم و فقط موانعی رو که مانع رشدشون میشه رو کنار بزنم. بنابراین اگه اونا رو سالم نگه می‌داشتم رشد می‌کردن. به همین ترتیب وقتی مسیحی شدید، جریان طبیعی زندگی خداپسندانه در زندگی شما ایجاد میشه. کتاب مقدس میگه وقتی تولد تازه پیدا می‌کنیم ما فرزندای خدا هستیم. این یک معجزه باور نکردنی که خدا انجام میده. بنابراین برای شما طبیعی اینه که رشد کنید و خدا میتونه کاری رو که در شما شروع کرده اونو به پایان برسونه. تنها چیزی که جلوی این رشد رو میگیره مسائلی از قبیل بی‌توجهیه. ندونستن این که شما الان کی هستید و خدا چه کسیه. بنابراین آگاهی خیلی مهمه. اما علت این موانع میتونه از عدم بخشش یا تلخی نسبت به مردم ایجاد بشه. موارد خاص دیگه هم وجود داره که میتونه رشد شما رو متوقف بکنه و منم با اونا مواجه شدم. همه ما با اونا مواجه شدیم. همه ما دیوار برخورد کردیم و گفتیم من در حال حاضر رشد نمیکنم. اوضاع در حال حاضر پیشرفت نمیکنه. چه کاری باید انجام بدم؟ نیازی که دارم اینه که برگردم و بگم خدایا به من چی گفتی؟ چگونه میتونم به سمت جلو حرکت کنم؟ من هرگز نمیخوام تو جام متوقف بشم. رساله 3 یوحنا آیه 2 اینو میگه. ای عزیز، ترجمه دیگه میگه ای حبیب، یعنی عالم بسیار دوست داشتنی. دعایم این است که از هر جهت کامیاب باشی و در تندرستی به سر ببری، همچنان که جانت نیز کامیاب است. واژه اصلی که اینجا تندرستی ترجمه شده در تیتوس 1:9 تعریف شده. این سلامتی درباره تعلیم جامعی صحبت میکنه که با ایمانی قوی و پیغامی قابل اعتماد ارائه میشه. تعلیم تیتوس باید دیگران رو تشویق میکرد و به افرادی که برخلاف آن عمل میکردند نشان میداد که در مسیر اشتباهی هستند. بنابراین کلمه صحیحی که در اونجا گفته شده آموزه درسته. در زبان اصلی همون کلمه‌ای که در مورد سلامت جسمانی صحبت میکنه در مورد سلامت روحانی شما هم صحبت میکنه. ممکنه شما مسیحی باشید، تولد تازه داشته باشید و در مسیر رفتن به آسمان باشید، اما در پیروزی زندگی نکنید و علتش هم این باشه که رشد شما متوقف شده یا از نظر روحانی بیمار باشید. من با شما صادق خواهم بود و میگویم در 45 سالی که مسیحی بودم برخی مواقع به نوعی متوقف شدم، به طوری که چون بی حرکت بودم و موانعی وجود داشت و بودن این موانع طبیعیه. اما درست نیست که همه چیز رو همونجا رها کنیم. وقتی مانعی پیش میاد باید با اون مقابله کنیم. اگر گناهی کردید باید اعتراف کنید. اگر با کسی دعوا کردید برید و درستش کنید. اونجا متوقف نشید. ماشینتون رو متوقف نکنید، رو به جلو حرکت کنید. هر آنچه را که نیاز دارید برطرف کنید تا بتونید به رشد خودتون ادامه بدید. آموزه های سالم شما رو از لحاظ روحانی سالم نگه می‌داره و یک سیستم اعتقادی ناسالم میتونه شما رو مریض کنه. من عاشق این داستانی هستم که تو کتاب مرقس فصل 4 اومده. عیسی داستانهای زیادی گفت و از تمثیل‌های بسیاری برای اینکه یک حقیقت روحانی رو نشون بده استفاده کرد و اینم یه نمونه از این داستان هاست. و نیز گفت پادشاهی خدا مردی را ماند که بر زمین بذر می‌افشاند، شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار دانه سبز می‌شود و نمو می‌کند. چگونه؟ نمیداند. مرقس باب 4 آیه 26. خاک به خودی خود باعث رشد دونه میشه. ابتدا ساقه، سپس یه دونه کامل. به محض رسیدن غلات داس روی اون میذارن چون وقت خرمن فرا رسیده. این تمثیلی شگفت انگیزه که عیسی اینجا میگه. اون میگه همانطور که یه بذر رو تو زمین میکارید نمیدونید که اون زیر خاک چی میگذره، ولی بعد میتونید میوه اونو ببینید، اما نمیدونید که این دونه چجوری جوونه زده و رشد کرده. با این حال این اتفاق میفته به خودی خود. کلمه ای که ما در انگلیسی میگیم اتوماتیک، یعنی بدون تاثیر خارجی. زندگی روحانی هم همین جوریه. وقتی مسیحی شدی، وقتی دوباره متولد شدی، خدا توانایی تمام کردن مسابقه رو در تو قرار میده. خدا هر آنچه رو که نیاز داری، تمام وعده های خدا، تمام امکاناتی که احتیاج داری در دسترست قرار میده. وقتی تولد تازه پیدا میکنی مثل اینه که هدیه‌ای گرفتی. ممکن این هدیه رو داشته باشی، اما اگه بازش نکنی و به کارش نگیری ازش هیچ بهره‌ای نخواهی برد و هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. شما باید یاد بگیرید آنچه خداوند در وجود شما قرار داده رو باز کنید و اگر این کار رو نکنید من نمیتونم در این دوره تعلیمی در مورد اون به شما آموزش بدم. من فقط میتونم به شما کمک کنم که دستتون رو روی بسته بذارید و اونو باز کنید تا آنچه خدا در شما قرار داده آشکار بشه. این شگفت انگیزه، نه؟ وقتی تولد تازه میابید خداوند طبیعت الهی خودش رو در شما قرار میده.
کلام خدا در رساله پتروس میگه شما شریک در ذات خداوند میشید و همچنین خداوند آنچه ما هستیم رو تغییر داده. اون شما رو تازه ساخته، دی خودش رو درون شما قرار داده و شما باید یاد بگیرید که اونجوری که اون میخواد زندگی کنید و تنهایی یا بدون هیچ تاثیر خارجی میتونید پیشرفت کنید و رشد کنید. من این اتفاقات تو زندگی خودم دیدم. من اونو تو زندگی افراد بسیار دیدم که در نهایت شروع به خواندن کتاب مقدس و مقابله با موانع و مشکلات کردن. میدونید بسیاری از افراد در زندگی خودشون با مشکل برخورد میکنند. کتاب مقدس میگه در چنین شرایطی باید خودتون رو تفتیش کنید و ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. اگر در حال رفتن به جایی باشید و ماشین شما متوقف بشه، نقشه بزرگتری دارید که اونو باز میکنید و میتونید ببینید که کجا هستید. یه فلش جای شما رو نشون میده. خب قبل از اینکه بتونید به جایی برید در زندگی روحانیتون باید بدونید الان کجایید. گاهی اوقات صادق بودن یک مقداری دردناکه، به خصوص اگر برای مدتی مسیحی بوده باشید، به خصوص اگر احساس کنید که خب من باید بیشتر تحقیق میکردم. اما تا زمانی که نپذیرید کجا هستید نمیتونید پیشرفت کنید. بنابراین به شما بگم اول باید مکانتون رو پیدا کنید. چطور این کار رو انجام میدید؟ شما با نگاه کردن به اطرافتون، با آنچه میگویید، آنچه باور دارید، کاری که انجام میدید، میتونید موقعیت خودتون رو پیدا کنید. آیا در زندگی خود پیروزمند هستید؟ من در مورد کمال صحبت نمی کنم. کتاب مقدس پر از افراد گناهکاری مثل من و توئه و منظورم اینه که من به داوود در عهد عتیق نگاه میکنم و میگویم داوود پادشاه مردی بود که در پی دل خدا بود. با این حال داوود برخی از عجیبترین گناهان رو انجام داد و فکر میکنم شما هم میتونید اونها رو انجام بدید. اما اون توبه کرد. اون زمین خورد ولی بلند شد. کتاب مقدس میگوید مرد عادل 7 بار میفته اما از جاش بلند میشه. بنابراین تنها کاری که برای برنده شدن در مسابقه باید انجام بدید اینه که بلند بشید. اگه باز زمین خوردید باز بلند بشید. من در اینجا رفتار بد رو تایید نمی کنم، زیرا این تفکر همیشه باعث مشکل میشه. این تفکر همیشه به شما صدمه میزنه. اما مهم نیست کجا هستید یا از کجا اومدید. با خدا صادق باشید، در برابر خدا و مردم صادق باشید. داوود همینو گفت. شما حقیقت رو در باطن خودتون جستجو کنید. زندگی خود را در پیشگاه خدا شفاف سازی کنید. اون همه چیز رو در مورد شما میدونه، اما از شما میخواد که به او بگید. خب این چیزیه که در حال حاضر در جریانه. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که شاگرد اون باشیم و حقیقت رو در مورد خدا بدونیم. خب قدم اول اینه که بفهمیم خدا چه شکلیه. در باغ عدن شیطان آدم و حوا رو متقاعد کرد که به خدا ایمان نداشته باشند و شخصیت اون رو زیر سوال ببرن. بنابراین عهد جدید میگه هر کسی که نزد خدا میاد باید باور کنه که اون وجود داره و به کسانی که با جدیت او را میطلبند پاداش میده. اما شیطان خواست شخصیت خدا رو اینطوری به اعتبار بکنه. در بقیه کتاب مقدس این خداست که خودش رو به ما آشکار میکنه. اون این کار رو در خلقتش انجام میده. اون این کار رو در کلامش انجام میده و بالاخره این کار رو به طور کامل در عیسی مسیح انجام داد. اون خودش رو برای ما آشکار میکنه تا ما بتونیم حقیقت رو ببینیم. اگر حقیقت خدا را باور نکنید از اون خواهید ترسید و از اون فرار خواهید کرد. فکر خواهید کرد که اوست که همه مشکلات رو برای شما ایجاد میکنه. برای مثال اگر فکر میکنی خداست که تو رو مریض میکنه، پس هیچ وقت از اون نمیخوای که تو رو شفا بده. تا زمانی که این حقیقت رو در مورد خدا ندونی نمیتونی اون رو درک بکنی و اون حقیقت اینه که اون نیکوست. خدا خودش رو به طرق مختلف نشان میده و برخی از راهایی که اون خودش رو آشکار میکنه توی القابیه که کتاب مقدس به خدا میده. اون یک خداست اما نامای متعددی داره و هر نامی جنبه‌ای از شخصیت اون رو آشکار میکنه. در حالت عادی من و تو خدا رو فراموش میکنیم. زندگی توی این دنیا جسم و شیطان همیشه سعی میکنن دیدگاه ما رو نسبت به خدا تغییر بدن. شیطان میگه نمیدونی چرا خدا این کار رو انجام میده؟ چرا خدا اجازه میده این اتفاق بیفته؟ اون دائم یک شک دائمی رو در تو ایجاد میکنه و این برای ما تبدیل به یک فرهنگ شده. تنها راه مقاومت در برابر اون خود کلام خداست. کتاب مقدس در مورد خودش چی میگه؟ میگه که عیسی در متی باب 4 وسوسه شد اما وسوسه رو مغلوب کرد. هر بار که شیطان به اون چیزی گفت اون پاسخ داد مکتوب است، مکتوب است، یا کتاب مقدس میگوید. بنابراین شما باید یاد بگیرید که در پرتوی حقیقت کتاب مقدس زندگی کنید، نه آنچه در اطراف خود میبینید. این چیزی است که در مزمور 34 آیه 8 اومده: بچشید و ببینید که خدا نیکوست، خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. بسیاری از ادیان به خدای خوب و پر از محبت ایمان ندارند.
اونا بر این باورند که خداوند در تلاش است تا شواهد کافی برای داوری شما در پایان زندگیتان جمع‌آوری بکنه. خب من براتون خبر خوشی دارم. خدا شواهد کافی در مورد من داشت تا منو داوری بکنه، اما اون به دنبال شواهد و مدارک نیست. عیسی اومد تا عشق خدا رو به ما نشون بده، نه شما رو داوری بکنه. بله، زمانی فرا میرسه که عیسی به عنوان داور عمل خواهد کرد، اما امروز اون روز نیست. این لطف خداست، این فیض خداست. امروز روز نجات خداونده. خدا تو رو دوست داره. میدونید اگر این گفته رو باور میکردید چه اتفاقاتی توی زندگی شما میافتاد؟ اگر میتونستید باور کنید خدایی که کهکشانها را ساخته شما را در ذهن خود داشته و شما را عمدن اینجا قرار داده و پسرش رو فرستاده تا برای شما بمیره، زندگی شما چه تغییری میکرد؟ این میتونه شما رو متحول بکنه. اگر میتونستید باور کنید که خدا شما رو دوست داره، با شماست و با شما مخالف نیست، این واقعیت چه تغییری در زندگی شما ایجاد میکرد؟ در رساله رومیان باب 2 آیه 4 کلام خدا میگه یا اینکه مهربانی، شکیبایی و تحمل عظیم او رو خوار میشماری و غافلی که مهربانی خدا از آن روست که تو را به توبه رهنمون شود. عجب جمله عالی. محبت خدا، شخصیت او، طبیعت او در واقع داره شما رو به سوی خودش جذب میکنه. به یاد دارم وقتی قبل از اینکه مسیحی بشم مخصوصا با این موضوع خیلی درگیر بودم که خدا در مورد من چی فکر میکنه. آیا خدا فقط منو تحمل میکنه؟ آیا من فقط یک تصادف بیولوژیکی هستم؟ و اما روزی که به یک مراسم کلیسایی رفته بودم، کشیش در مورد عشق خدا از کتاب مقدس به گونه‌ای قانع کننده صحبت کرد. من اونو باور کردم. من در واقع باور کردم که برای خدا مهم هستم و او مرا در ذهن داشته است و همین باعث شد که به سوی خدا بدوم، آمرزیده بشم و سفرم رو با اون آغاز کنم. بنابراین تا زمانی که ندونید اون خوب و نیکوه، از اون خواهید ترسید. میدونید اگر یک پدر زمینی داشته باشید که هر بار که از کنار شما رد میشه یه ضربه به شما بزنه، شما سعی خواهید کرد جا خالی بدید و ازش دوری کنید. شاید نگرش شما در مورد خدا بر اساس یک رابطه انسانی شکل گرفته باشه. شما باید از شر اون نگرش خلاص بشید و به جایی برگردید که حقیقت رو در مورد خدا به شما خواهد گفت، یعنی کتاب مقدس. کلام خدا میگه خدا نیکو و مهربونه. من این آیه رو خیلی دوست دارم. او پاداش دهنده کسانی است که او را میجویند. منظورم اون چند کلمه نیکو، مهربان و پاداش دهنده است. در عبرانیان 11 کلام خدا میگه به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد، با اینکه سارا نازا و خود او نیز سال خورده بود، چرا که وعده دهنده را امین شمرد. پس ابراهیم توانست وعده را دریافت کند، زیرا کسی را که وعده داده بود وفادار می‌دانست. اگر پدر زمینی هم به من بگوید امشب به خانه‌ام بیا و چای و شیرینی با هم بخوریم، اگر او را بشناسم و به او اعتماد کنم، حتما این کارو خواهم کرد و می‌دانم اون اتفاق خواهد افتاد. اما اگر به شخصیت او اعتماد نداشته باشم، میگم خب میرم، شاید راست بگه، شاید دروغ بگه. اساس زندگی مسیح شما هم حقیقته. در مورد خدا، اون خدای تثلیث یعنی پدر، پسر، روح القدسه. خدا محبته. محبت کاری نیست که اون انجام میده، بلکه خود او جنسش محبته. کتاب مقدس میگه خدا محبت خودش رو به شما نشان داده در حالی که شما هنوز گناهکار بودید. عیسی مسیح برای بی خدایان مرد و این خبر خوب انجیله. شما در مورد خدا چه ایمانی دارید؟ نظر شما در مورد خدا چیست؟ شما باید اول این مسئله رو حل کنید. تا زمانی که وارد کتاب مقدس نشید نمیتونید این مسئله رو حل کنید. عهد جدید رو بخونید، مزامیر و امثال رو بخونید. دیدن این که خدا در کتاب مقدس چقدر شگفت انگیز عمل کرده و دیدن این که چجوری به مردم اهمیت داده میتونه شما رو کمک بکنه. بیایید نگاهی به مزمور 8 بندازیم. مزمور 8 آیه 4 میگه انسان چیست که در اندیشه‌اش باشی و بنی آدم که به او روی نمایی. به عبارت دیگه میخواد بگه چرا به فکر انسان هستی؟ چرا انسان رو دوست داری؟ تویی که خالق تمام این کهکشان ها هستی، چرا مردم برای تو اینقدر مهم هستن؟ خب این یه رازه، اما این حقیقته که خدا انسان رو دوست داره، زیرا ما رو به شکل خود و به صورت و شباهت خودش آفریده و او به شما اهمیت میده. نه فقط انسان ها به طور کلی، بلکه به خود شما نیز به عنوان یک انسان اهمیت میده. شخصی میگه اگر شما تنها فرد روی سیاره زمین بودی نیز عیسی برای شما میمرد. عیسی جان خودش رو برای تو داد. وقتی چیزی با ارزش باشه مردم حاضرن هزینه‌اش رو بپردازن. خدا بهترینش رو داد تا تو رو به دست بیاره. خدا بالاترین قیمت رو برای تو پرداخت کرد. این چیزیه که نشون میده شما به ارزش هستید.
مهم نیست دنیا چه فکری میکنه، حتی مهم نیست والدینت چه فکری میکنند. خدا گفت که تو با ارزش هستی و این رو فریاد زد و گفت من پسرم را میفرستم تا برای تو بمیرد. این ارزش تو رو تعیین میکنه. این همون محل آغازه. این که خدا با منه، برای آینده و زندگی من برنامه‌ای داره، منو هیجان زده میکنه. اگر بخوام ابدیت رو با یک پدر نیکو و دوست داشتنی و مهربان سپری کنم، این موضوع عالی باید باشه. ابراهیم خدا را وفادار میدانست. او قول داده بود و ابراهیم هم اونو وفادار دانست. ابراهیم و سارا معجزه از خدا دریافت کردند زیرا به حقیقت خدا ایمان داشتند. شما در مورد خدا چه فکر میکنید؟ این اولین درس ماست. باید مدتی رو صرف فکر کردن درباره این موضوع بکنیم. به باور شما خدا کیست؟ شاید ممکنه لازم باشه بگید من اطلاعاتم رو از کجا به دست آوردم؟ چرا اینطوری فکر میکنم؟ چه چیزی درباره خدا هست که من اون خودم ساختم یا اونو از جایی شنیدم؟ منبع اطلاعات من چیست؟ آیا اون منابع قابل اعتماد هستند؟ آیا از کتاب مقدس در مورد خدا فهمیدم؟ و کتاب مقدس در مورد خدا چی میگه؟ باید وقتی رو صرف کنید و اونو پیدا بکنید. نتیجه تکان دهنده است. ولی آیا شما باور دارید که خدا نیکو، مهربان و پاداش دهنده است؟ آیا باور دارید اون وفاداره؟ نکته دیگه این که خدا مافوق طبیعی است. انسان در مغزش سعی میکنه همه چیز رو استدلال بکنه و این خیلی خوبه. انسان دوست داره بدونه پشت هر پدیده ای چه علم و دانشی نهفته است. اما کتاب مقدس میگه ما با ایمانه که میفهمیم خدا جهان آفرید. ما با ایمانه که چیزهای زیادی در مورد خدا کسب میکنیم که فراتر از مغز ماست. یکی از دوستانم زمانی که در کشور دیگری بودم به من گفت میدونی تری، اگه خدا بتونه تو مغزت جا بشه تو خیلی خدای کوچیکی داری. به عبارت دیگه شما میدونید که کتاب مقدس در مورد خدا چی میگه، اما خدا همه چیزو به ما نمیگه. ما اونقدر ظرفیت نداریم که دقیقا نحوه کار سیارات و کهکشانها و همه چیز در مورد خلقت و آینده رو بفهمیم. خدا چیزهای زیادی در مورد گذشته و ابدیت به ما نمیگه و اون فقط به ما بینشی میده، یک بینش جزئی از آینده و ابدیت. چیزهای زیادی وجود داره که میتونیم بدونیم و چیزی که من کشف کردم اینه که هرچه بیشتر یاد میگیرم بیشتر میفهمم که نمیدونم. اما میدانم که خدا ورای طبیعت خودشه. او قوانین طبیعی رو وضع کرد ولی او محدود به اونها نیست. و تعریف معجزه هم همینه، وقتی که خدا فراتر از قوانین طبیعی عمل میکنه. به عنوان مثال عیسی از مردگان برخاست. با چه علمی میشه اینو ثابت کرد؟ عیسی روی آب راه رفت. علم پشت آن کجاست؟ خدا صحبت میکند و جهان را خلق میکند. این چگونه امکان پذیر است؟ پس خدایی که شما با آن خدمت میکنید نه تنها نیکوست بلکه مافوق طبیعی و فوق العاده قدرتمند است. اون فوق طبیعت خودش است. او فقط یک منطق یا هوش نیست بلکه خدای زنده است. اون خالقیه که هر زمان که بخواد میتونه فراتر از قوانین طبیعی خودش اونا رو به تعلیق در بیاره. اولین باری که با هواپیما پرواز کردم رو به یاد میارم. از پنجره به بیرون نگاه کردم و گفتم وای این واقعی نیست. مطابق با قوانین جاذبه و کشش باید هواپیما به زمین بیفته. قانون جاذبه میگه باید هواپیما بیفته ولی شما نمیافتید. بله این قوانین وجود دارند. شما به سادگی نیروی بیشتری از جاذبه وارد میکنید و بنابراین فراتر از جاذبه و کشش عمل میکنید. در رومیان باب 8 آیه 2 کلام خدا میگوید زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد. به همین ترتیب ما به قوانین فیزیکی دسترسی داریم، اما همچنین به خدایی که آن قوانین فیزیکی را خلق کرده نیز دسترسی داریم. هرچند برخی از مردم میگویند خب من اعتقاد ندارم که کتاب مقدس لزوما ماورا و طبیعی است. من از تولد باکره نیز خبری ندارم و از این چیز و آن چیز بی اطلاعم. من میخوام یک راز کوچک رو به شما بگویم. اگر باور ندارید که خدا ماورا و طبیعی است و کتاب مقدس رو فقط یک کتاب افسانه‌ای میپندارید، باید بدانید خدا آن چیزی را که در کلامش گفته انجام میده انجام خواهد داد. اون محدود به یک قلمرو فیزیکی نیست. خدا روح است. کتاب مقدس این رو میگوید. خدا روح است و پرستندگانش باید در روح و راستی او را عبادت کنند. پس چطور عیسی بدن زمینی به خود گرفت؟ بله خدا میگوید خدا روح است، اما عیسی قبل از بیت لحم نیز وجود داشت. او بدن فیزیکی خود را در بیت لحم به دست آورد. می توانید مقداری در رابطه با این موضوع فکر کنید. بعد دیگری هم وجود دارد که این جهان از آنجا خلق شده است. آن جهان قبل از این جهان وجود داشته است.
خداوند از آن عالم، از آن بت صحبت کرد و گفت روشنایی شود. دنیای روحانی وجود دارد و این دنیا نامرئی است، اما باز باید بگویم تنها راه برای دانستن این که آنجا چگونه است از دریچه کتاب مقدس میسر است. در آنجا خدا، فرشته ها، دیوها و دنیای نادیدنی وجود دارد. جایی وجود دارد که خدا در آنجاست. ابدیتی هست که خداوند در آنجاست. آسمان سوم، این یک بعد واقعی است، این یک مکان واقعی است. خدا روح است و در واقع اگر بخوایم صادقانه بگوییم شما هم این گونه خلق شدید. هر انسانی یک روح است و برای همیشه در جای دیگری زندگی خواهد کرد. به همین دلیل مهم است که از نو متولد شوید تا دیگر از خدا جدا نیفتید و انسانیت کهنه را تازه بسازید. با ایمان بخش روحانی شما زنده می شود و سپس زمانی در ابدیت فرا می رسد که بدن فیزیکی جدیدی نیز دریافت خواهید کرد. اما اکنون وقتشه که از عیسی پیروی کنید. آنچه رخ می دهد به زبان ساده این است که از درون تازه شوید. روح شما تولد تازه پیدا میکنه و اون همون چیزیه که عیسی به یک فرد بسیار مذهبی زمانی که شبنگام در خلوت نزد او آمده بود گفت: استاد، میدانیم تو معلمی هستی که از سوی خدا آمده است، زیرا هیچ کس نمیتواند آیاتی را که تو به انجام میرسانی به عمل آورد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی در پاسخ گفت: آمین آمین به تو میگویم تا کسی از نو زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودموس به او گفت: کسی که سال خورده است چگونه میتواند زاده شود؟ یوحنا در باب 3 آیات 2 الی 4 این سخنان رو میگه: پس نه تنها خدا یک روحه بلکه ما را هم به شکل خودش ساخته. ما هم روح هستیم و در واقع این روح شماست که برای ابدیت تغییر کرده است و بعد ذهن شما برای درک تغییراتی که داشته اید تازه می شود. شخص این موضوع رو اینجوری تشریح میکنه: این تولد تازه اصطلاحی الهیاتی است، اما معنیش توجیه شدن و بخشیده شدن است. این همان چیزی است که لحظه‌ای که شما به عیسی بله میگویید در شما اتفاق میافتد و بعد باید منتظر جلال آینده باشید. بدن جدیدی به دست میارید، بدنی که به شکل خدا ساخته شده است، بدن جدیدی همانند بدن عیسی مسیح بعد از قیام. بنابراین این اتفاق در آینده رخ خواهد داد. پس ما این بدن رو در آینده خواهیم داشت. اما در حال حاضر چه اتفاقی میفته؟ خب ما بهش میگیم فرایند تقدیس. برای من مهم نیست که شما معنی این واژه رو میدانید یا خیر. نکته اینه که وقتی شما مسیحی شدید باید یاد بگیرید زندگی سالم روحانی داشته باشید. درست مثل یک نوزاد باید راه رفتن، غذا خوردن و زندگی کردن رو بیاموزید. شما باید یاد بگیرید که بر اساس این حقیقت زندگی کنید. طوری زندگی کنید که عیسی از شما میخواهد و بنابراین شما به شباهت او در میایید از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی و بعد روح شما تازه میشه و بعد از تازه شدن روح ذهن شما تازه میشه. کتاب مقدس میگه با تحول در ذهن خود شما نیز متحول میشوید. پس ذهنتون رو تازه کنید و بدونید که چه کسی هستید. پس در مورد این موارد فکر کنید. خدا نیکوست، مافوق طبیعی است و روح است. اگر هیچ چیز دیگری امروز درست پیش نرود شما باید بدونید که محبوب خدا هستید. خدا شما را دوست دارد. او برای شما برنامه‌ای دارد. او حقیقت خودش را از ازل در کتاب مقدس برای شما آشکار کرده است. من باز در این مورد صحبت خواهم کرد. حتما بقیه ویدیوها رو تماشا کنید. کتاب مقدس رو بخونید. این کتاب رو هم میتونید بخونید. مدتی را صرف دعا و جستجوی آیات کتاب مقدس بکنید. صرفاً چون من گوینده این سخنان هستم این سخنان رو باور نکنید. بررسی کنید که آیا آنچه من به شما میگویم در کتاب مقدس وجود دارد یا خیر. من دوستی فوق‌العاده‌ای با مسیح دارم. من عیسی را میشناسم. من عاشق عیسی هستم. من در حال محقق کردن هدفی هستم که برای آن خلق شدم و همین را برای شما نیز میخواهم. خداوند شما را برکت دهد.